ضمن نشستی مطبوعاتی گفته شد که در سال 2024 جدول پروازهای جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت هواپیمایی سومون ایر و 24 سمت و 12 کشورهای خارجی دور و نزدیک که در اساس تعیینات منتظم پروازها را به فرودگاه‌های بین‌المللی دوشنبه و خوجند اجرا می‌نمایند. در مواسم تیرماه زمستان سال 2024-2025 بازدهی زیاده از 77 پرواز در یک هفته تصدیق کرده شد. در سال 2024 جدول پروازهای جمعیت سهامی شده تاجیک ایر و یک سمت داخلی دوشنبه خوروغ بازدهی 14 پرواز در یک هفته تصدیق کرده شد. اینچنین در این دوره لایحه جدول پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی به 8 کشور خارجی دور و نزدیک که در اساس تعیینات منتظم پروازها را به فرودگاه‌های بین‌المللی دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر اجرا می‌نمایند. بازدهی زیاده از 180 پرواز در یک هفته تصدیق کرده شد. در سال 2024 از فرودگاه‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان به کشورهای خارجی دور و نزدیک یک شرکت هواپیمایی وطنی جمعیت دارای مساحتش محدود شرکت هواپیمایی سومون ایر و 12 شرکت هواپیمایی خارجی پروازهای منتظم را اجرا نموده ایستادند. در سال 2024 فرودگاه‌های بین‌المللی کشور همگی به 3 میلیون و 362 هزار مسافر خدمت رسانیده است که این نسبت به سال گذشته 316,500 مسافر یا 8.6% کم میباشد. در فرودگاه‌های مذکور 11,737 خط سیر انجام داده شد که این نسبت به سال گذشته 501 خط سیر یا 4% کم میباشد.